در انتخابات پارلمانی روز 1 مارس از حزب اصلاحات اقتصادی 3 نفر برنده شده، 2 نفر آنها از روی رویخط حزبی و 1 نفرشان از حوزه یک مندتی وارد پارلمان شدند. عالمجان بابویف رئیس این حزب سیاسی که سابقه چندان طولانی کار را ندارد به شفاف و آزاد برگزار شدن رایدهی اعتماد دارد. یادآور می‌شویم که در انتخابات اخیر حزب حاکم خلقی دموکراتی پیروز شده، 2 نیروی منعقد حکومت کمونیستا و نهضت اسلامی به پارلمان وارد نشدند. در یک صحبت با عالمجان بابویف نظر او را به انتخابات گذشته پرسیدیم. می‌خواستم نظر شما را در مورد انتخابات پارلمانی پرسم که اصلا از نظر شما انتخابات پارلمانی چگونه گذشت؟ انتخابات شفاف بود، مردم رأی خودشون دادن و اون از طرف حزب‌های سیاسی، خصوصا از طرف حزب سیاسی ما اعتراف کرده شده است. اما جناب بابویف شما ببینید که برخی از حزب‌ها از آن جمله حزب کمونیست و حزب نهضت اسلامی و همینطور حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان موارد زیادی نقصی قانون انتخابات در روند برگزاری روز انتخابات ثبت کردن، آشکار کردن و از آن اظهار نگرانی کردن. حتی هیئت ناظران سازمان امنیت همکاری اروپا نیز تا اندازه انتخابات پارلمانی تاجیکستان را ناشفاف ارزیابی کرد. کمبودی‌هایی که هستند اساس‌های خود انتخابات را بیکار کردن نمی‌تونند. جناب بابویف، خب از نظر شما پارلمان آینده را چگونه می‌بینید؟ چون بعضی از تحلیلگران و همینطور رهبران حزب‌های مخالف میگویند که پارلمان آینده یک پارلمان خاموش و بدون بحث خواهد شد. البته هر کس حق دارد به عقیده فکرش بگوید. من فکر می‌کنم که امروز همین مرحله انکشاف رسیده است که من نگفتم ما باید مطابق شویم هر یک شرایط به. بنابراین کاری پارلمان باید خوبی پارلمان پرد همه در جستجوی راه‌های حل فصلی مسائل قانونی، مسائلی که امروز در نزد جامعه به وجود آمدن و از آن خطرهایی که امروز از جامعه جهانی سرزده ایستادن، هم از جهانی غرب هم از جهانی اسلام، اینها بسیار یک خطرهایی هستند که تهدیدی بسیار سخت به جمهوری ما دارند، کشوری ما اصل آسیا میانه و اصلا خصوصا به تاجیکستان که این یک پیوست کننده آسیا مرکزی و آسیا جنوبی هست توجه زیادتر هستند. بنابراین تکمیل قانون ها و هرچی بیشتر به مرحله نوی انکشاف مطابق کردن قانون های نو و از نظری تجدید نظر کردن قانون های قبول شده است، الحال بعضی‌هاش فعالیت هم ندارن. اینها بسیار یک کاری بسیار بگیم که زیادی در نزد پارلمانی نو هست. خب تشکر میکنم جناب بابویف. در صحبت ما بودن عالمجان بابویف، رهبر حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان.